سلام دخترها، امروز میخوایم با هم دیگه این ناخن‌های چالشی رو جوری کاور کنیم که هم طبیعی به نظر برسه، همین که مقاوم بشه. از اونجایی که چیزی برای ریموو کردن روی ناخن نیست، ما مستقیم میریم روی مانیکور. بچه‌ها این پوست خیلی پوست زخمی هست و یه ذره پوشر زدن شاید سخت باشه. میتونین قبلش از پودر بچه استفاده کنید. پوشرتون حتما تیزیاشو بگیرید. آروم آروم از سینوس تا سینوس رو با نوک پوشر تیکه تیکه میدیم عقب و این کار رو میتونید چند بار به صورت آروم تکرار کنید، به جای اینکه یه بار خیلی محکم پوشر بزنید. بعد یه دور زیر پوست میچرخونیم تا کامل زیر پوست باز شده باشه. دقت کنید که اگه جایی گیر داشته باشه توی مانیکور بعداً به مشکل میخورید، چون این مرحله اولی که پوشر زدنه خیلی مهمه توی مانیکور. خب بعد میریم سراغ مانیکور کردن با سرسوهان شنیمون. سرسوهان من اینجا نوارش آبی و قرمز، یعنی یه چیزی بین سرسوهان قرمز و آبی است، نه خیلی زبر نه خیلی نرم هستش و یه توپلی خیلی زیادی داره که برای همچین ناخونی کامل مناسبه. از وسط ناخون حالت سیم تلفنی دایره دایره میایم به سمت سینوس، مثل این کاری که من دارم میکنم. میبینید دایره دایره میام به سمت سینوس. سینوس رو با دستم میکشم بالا و زیرش رو تمیز میکنم. سینوس رو حتما باید با دستتون بکشید بالا، وگرنه امکان داره که هم زخم بشه هم رد بیفته. بعد روی پوست رو با وسط سرسوهان تمیز میکنیم و قسمتی که بین پوست و ناخن هست و با تیزی سرسوهان، میبینید آروم با تیزی سرسوهان من میکشم و کامل تمیز میشه. دور دستگاه رو عوض میکنم و میذارم روی ریورس یا لفت و از وسط ناخن دوباره حالت دایره دایره میکشم زیر پوست و هر از گاهی هم با یه فرچه بکشید روی پوست تا گرده اضافه هست از بین بره و دیدتون باز بشه. این حالت دایره دایره و سیم تلفنی داره حرکتای من. آروم آروم میام سمت سینوس، با سینوس رو سعی میکنم با انگشت کوچیکم بدم به سمت بالا و زیرش رو تمیز میکنم روی پوستم با وسط سرسوهان. بچه دور دستگاه برای مانیکور بستگی به سرسوهانتون و به پوست مشتریتون و به دستگاهتون داره، ولی حدود ساعت 1 تا ساعت 5 میتونید در نظر بگیرش. اگه اون چرخونه دستگاه که سرعت رو تغییر میده رو ولوم در نظر بگیریم و حالت ساعت در نظرش بگیریم، تقریبا از ساعت 1 تا ساعت 5 این میتونه بالا پایین بشه. دیگه بستگی به سرسوهانتون داره، بستگی به دستگاهتون و اینا داره. خب بعد اینکه مانیکور کردیم حالا میایم بدون قیچی یا نیپر. قیچی خیلی بهتره، پوست رو برش میدیم. از سینوس تا سینوس شما بعد برش بدیم. سعی کنید با نوک قیچی یا وسط قیچی این کار رو انجام ندید. خب بعد قیچی با سوهان دستی لبه آزاد ناخن و یه سوهانکش ریز انجام میدیم. بعد روی کار رو بدون سرسوهان سنباده‌ای که دور دستگاهمون رو ساعت 9 هست آروم یه دور میکشیم تا سطح ناخن مات بشه. بعد روی ناخن رو میایم با کلینزر و دهیدراتور پاک میکنیم. من کلینزر دهیدراتورم یه دونه است که پمپیه و باش کل ناخن رو تمیز میکنم. بعد پرایمر میزنم و پرایمر به پوست نباید برخورد کنه، پرایمرم غیر اسیدی هستش. بعد توپ موادمو برمیدارم و از نصف ناخن میذارم و شروع میکنم حالت ضربه و کشش میکشمش به سمت پایین. حتما بین هر مواد گذاری قلموتون رو با دستمال حوله‌ای که رو میز گذاشتین تمیز کنید. بچه اگه برداشت مواد رو بلد نیستین، من یه ویدیو درست کردم که توش همه چی رو راجع به برداشت مواد و اینا توضیح دادم. براتون لینکش رو دیسکریپشن میذارم پایین این ویدیو. بعد اینکه این ویدیو رو دید حتما اون ویدیو رو ببینید که کلی کمکتون میکنه. خب اینجا ما یه مقداری زمان داریم تا این موادمون خشک بشه و تا وقتی که خشک بشه سعی میکنم که من اون فرمی که میخوام و بهش بدم. اگرم که قلمتون چسبید به مواد میتونید یه ذره با لیکوید خیسش کنید، اینجوری دیگه به مواد نمیچسبه. خب الان که لبه ناخن رو گذاشتم میخوام قسمت ریشه رو بذارم. یه توپ مواد دیگه برمیدارم. اینجا برای ریشه میبینید که انگشت رو به سمت پایین میگیرم، انگشت نباید به سمت بالا باشه و اینا مواد چوره میکنه روی پوست. پس انگشت به سمت پایینه، مواد رو با نیم میل فاصله میذارم و آروم هلش میدم به سمت ریشه. با نیم میل فاصله هم نه، با 1 سانت تقریبا فاصله میذاریم و آروم اینو هل میدیم به سمت ریشه. بچه مواد نباید زیر پوست بره. وقتی هلش دادید به سمت ریشه آروم با نوک قلمو مواد رو میکشیم تا با مواد سر ناخن یک دست بشه. برای اینکه من میخواستم ناخن مشتریم خیلی طبیعی و نشور به نظرم برسه، از پودر کلیر استفاده کردم.
حتما بعد مواد گذاری سایت والا رو چک کنید که مواد پود بهش نشسته باشه. اگه چسبیده بود میتونید با نوک قلمتون یه پوشر چوبی اون قسمت رو جدا کنید و هر قسمتی از مواد که به پوست بچسبه بعد اینکه ناخن شروع به رشد کردن بکنه اون قسمت امکان داره که هوا بگیره. پس حتما حواستون باشه که با یه مقدار فاصله از دور پوست مواد گذاری کنید. خب وقتی موادمون حالت نیمه خشک داره میایم با یه دونه پینچر آروم پینچش میکنیم تا یه ذره جمع‌تر به نظر برسه، چون حتی قبل مواد گذاری این ناخن یه مقدار حالت باد بزنی داشت. یه مقدار نگهش میدارم تا حالت جمع نظر برسه. نباید خیلی خشک باشه موادتون چون پینچ نمیشه، نباید خیلی خیس باشه چون موقع مواد از روی ناخن برداشته میشه. از هر نوع پینچری میتونید استفاده کنید، ولی به نظرم پینچر انباری خیلی بهتره چون پینچر گیره‌ای یه ذره فشار زیادی به ناخن میارن. خب وقتی کامل خوش شد موادمون میایم سوهان کشی انجام بدیم با یه سوهان کاجی که اینجوری نوک نازکی داره. من شروع میکنم روی کار و دور کار رو سوهان میکشم، دور کار رو دورگیری میکنم، میبینید با نوک سرسوهان روی کار رو هم از راست به چپ میکشم تا حجم مواد کم بشه و حجم مواد رو حتما از قسمت کنار ناخن چک کنید. اینجوری از روبرو خیلی نشون نمیده که حجم چجوری هستش. بچه برای دورگیری ما هدفمون اینه که قسمت ریشه ناخن رو نازکش کنیم یه مقدار. اون قسمتی که مواد هست نباید دست شما گیر کنه، بعد هم سطح بشه با ناخن. یعنی من دست میکشم سمت ریشه، نباید ناخنم گیر کنه به مواد. در نتیجه نیاز نیستش که شما با سرسوهانتون اون قسمت رو گود کنید یا فشار زیاد بدید. در همین حد که فقط یه مقدار حجمش کم بشه کافیه. خب بعد اینکه سوهان کشیمون رو با سوهان برقی انجام دادیم با این سوهان دستی میام فرم لبه آزاد رو در میارم. یه فرم هلال هستش که لبه ناخن به جای اینکه صاف باشه حالت هلال طوری داره و گوشه ها هم گرد هستش. بهترین فرم هستیم برای خانم خانه‌دار و کلا فرم نچرالی هست. بهش مربع نرم هم میگن، نه گرده نه مربعیه که گوشه‌هاش تیز باشه. بعد فرم دهی با سرسوهان سنباده‌ای که گذاشتم روی دور ساعت تقریبا 10 شروع میکنم روی کل ناخن و حتی زیر ناخن رو یه مقدار سنباده‌ای میکشم تا روی کار کامل صاف بشه. وقتی با سرسوهان کاجیم روی ناخن میکشتم و دورگیری میکردم امکان داره که یه مقدار رد اون سرسوهان باقی مونده باشه. این سرسوهان سنباده‌ای همین اون رد رو از بین میبره، تقریبا کار سوهان دستی رو برای ما انجام میده که خب خیلی بهتره، چون با سوهان دستی اینکه کتف و دستتون درد بگیره احتمالش خیلی زیاده. خب بعد این کار میام با یه دونه پد و کلینزر کل ناخن و زیر ناخن رو تمیز میکنم. میبینید چقدر واقعا طبیعی شد این کار. انگار که این ناخن روش کاور انجام شده، انگار که ناخن طبیعیه، حتی وقتی رشد کنم هیچ تفاوتی نداره. خب من برای مشتریم چون که زیاد با زردچوبه و ادویجات کار میکرد اومدم یه لایه روش رو تاپ زدم، چون اگه تاپ نزنید امکان رنگ گرفتنش زیاده. این تاپ براق هم راحت تر تمیز کردنش، همین که رنگدهش خیلی کمتره. بعد اینکه تاپمونم 120 ثانیه خوش شد توی دستگاه، روی پوست یه ذره روغن کوچیکو میزنم و با یه دونه سرسوهان بافری روشو میام حالت ماساژی تمیز میکنم. اینجوری پوست یه ذره براق‌تر میشه. خب بچه‌ها اینم از انتهای کار، امیدوارم که خوشتون اومده باشه.